متشکرم. خب آقای مهندس عزیز ممنون میشم من سوال رو جواب بدید توی تخصص خودتون. اینجوری ما حقیقتا فقط جواب سوالتون رو میدم. درسته، متشکرم. من ارشد معماری دارم. من معماری خوندم ولی فوق لیسانس معماری خوندم، دکترا رو رفتم وارد کارآفرینی شدم. یک داده‌ای به اسم برنامه کلا اون شرکت موفق، اون بیزینس موفق، اون ناموفق از هم متمایز میکنه. اون شرکت، اون بیزینسی که تحقق برنامه داره به 80% نظر شخصی خودم به 80% 70% بالا میرسه، تحقق برنامه‌اش انجام میشه، شرکت موفق. شرکتی هم که ناموفق میشه برنامه یا برنامه نداره یا اینکه درست اجراش نمیکنن یا اینکه اصلا براشون مهم نیست تحقق برنامه بدن یا ندن که اونا با شکست مواجه میشن. ولی اونی که از دید من، اونی که برنامه داره، برنامه‌اش من نمونه موردی میگم، من یه تو هیتایی که اصلا ربطی به تخصصم نداره قبلا ورود نمی‌کردم اصلا. ولی از 2 سال پیش متوجه شدم کسی که مدیره میتونه تو صنایع مختلف ورود کنه و افراد متخصص رو بیاره اونجا، مشاوره بگیره از آدمایی که توانمندن تو رشته‌ها. ورود کردم یک مثلا فروشگاه اینترنتی که اصلا هیچ ربطی به چیز نداره، یه برنامه براش گذاشتم. تو 6 ماه 10 میلیون تومان فروش داشته باشه. در حالی که مثلا ماهی 10 میلیون تومان فقط پول پشتیبانیشو میدادیم. از نظر من موفق بود. شد همون 10 میلیون تومان فروش بود. بعد برنامه‌شو که به سرانجام رسوند از دید من میشه موفق. حالا برنامه‌های بعدش رو هم قطعا موفق خواهد شد. ساختار که ما براش چیده بودیم. این حقیقتا من پیش زمینی از همه عزیزان دارم و برای همین سعی کردم هر کدوم توی صنعت‌های حوزه‌های مختلفی که فعالیت می‌کنم میهمان‌های باشم. دوست دارم بیشتر توی صنعت ساختمان این مثال رو بزنم. در مورد صنعت ساختمان بخوام صحبت کنم، ببینید صنعت ساختمان یه خیلی خودمونی اینجا داریم صحبت می‌کنیم. بحث پیمانکاری رو داریم با یه بحثی که کنم وارد صنعت ساختمان میشه. یعنی کسایی که تامین مسائل میکنن، کسایی که میسازن، اینا با هم فرق میکنه. من تخصصم هم بود، ورود کردیم به این صنعت، تو شهرهای مختلف داریم ساختمان سازی میکنیم. شرکت‌های موفقن که همین جواب سوالتون رو همین بحث روی موج حرکت کنن. ببینید روی ما تورم افزار گسیخته داریم واقعیتش. یعنی امروز با یک ماه دیگه خیلی فرق میکنه. شما با موجی که توی این چیز یاد بگیرید، با این موج حرکت کنید موفق میشید. دقیقاً